سرخط خبرهای مهم: بازداشت آواره‌گردان و مایزدگان در کوچه‌های دوشنبه، تقسیم دعوتنامه حربی به مهاجران مهنتی در روسیه و مشکلی به مکتبی در یکی از دهه‌های ولایت سوخت. سلام بیننده‌های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 5 سپتامبر. در دوشنبه آواره‌گردان و مایزدگانی را که با سرخوشی در مکان‌های جمعیتی خوابیده بودند بازداشت و به هوشیارخانه بردند. مقامات می‌خواهند که سبب آواره‌گردی و مایزدگی این افراد را معین نموده برای آنها مکان زیست و جای کاری پیدا کنند. طوری ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه خبر داده است شبانه روز 3 سپتامبر ناظران منطقوی در حدود ناحیه شاه منصور 13 آواره‌گردان محض را معین و به قبولگاه تحویلگاه آواره‌گردان و هوشیارخانه طبی ریاست وزارت کارهای داخلی بردند. این شهروندان مایزده و بی مکان زیست بوده در کوچه‌های پایتخت به آواره‌گردی مشغول بودند. بعضی آنها در حالت مستی در کنار راه‌ها خوابیده بودند. با برگزار نمودن صحبت‌های پروفیلاکتیکی شخصیت آنها معین و با مایزدگان یاری طبی رسانیده شد، نوشته است سامانه ریاست. هرچند مقامات قبلا خبر داده بودند که با مساعدت میلیسیای پایتخت چندین نفران بیجای زیست با کار و مکانی بود و باش تامین کرده شدند، اما هنوز هم در کوچه‌های شهر دوشنبه چنین افرادی به مکانی معین زیست و شخصان مایزده را مشاهده نمودن ممکن است. کارمندان پلیس در بازارهای کراسنودار روسیه رید گذرانده در جریان آن به 18 مهاجر دعوتنامه حربی دادند. در این باره پلیس کراسنودار خبر می‌دهد پلیس حجت‌های 212 کس را تفتیش و از آنها 147 تن را به اداره پلیس برده است. از میان بازداشت شده‌ها 18 تن برای حاضر شدن در مقامات مدافعه دعوتنامه گرفتند. ماه اوگوست پلیس روسیه در ولایت‌های پرم، چلیابینسک، نیژنی نوگورод، سانکت پتربورگ، سوردلوف و بلگراد رید گذرانید. مهاجرانی که شهروندی روسیه را داشتند به مقامات حربی آن کشور دعوت شدند. دومای دولتی روسیه ماه جاری طرح قانونی را بررسی می‌کند که بر اساس آن کسانی که شهروندی روسیه را گرفته اما از ادای خدمت حربی یا موبیلیزاسیون سرپیچی می‌کنند از شهروندی محروم خواهند شد. کودکان و نورسان شهرک نوبنیاد بهارستان در ناحیه دوشتیچ هر روز قریب 10 کیلومتر راه را طی می‌کنند تا علم و سواد آموزند. در محل زیست آنها مکتب نیست و اعلان آن که در تاجیکستان 10 مکتب نو گشوده شد با آنها دخل ندارد. این حال سال 8 است که تغییر نمی کند. فرزان محمدی این راه را طی کرد و از آنجا گزارش می دهد. راه‌های پرچنگ و غبار و دشت بی آدم مسیر هر روزه نورسان شهرک بهارستان تا مکتب دهه همسایه است. پدر و مادران از این ناراحتند، ولی به خاطر از تعلیم دور نماندن فرزندانشان چنین وضع را سخت هم باشد تحمل می‌کنند. شرایط به زمستان به خنک باد باران به خیلی این کودکای خردسال رفته آمدنش قینیمش میکنن. ما میخواهیم که یک تا از دولت یاردم کرده، یک تا مشروط کمی گزیل دادنش در کار. بچه ها بی ملال برام فران که پدر و مادر و آچو بابا خواطر نشود. همین خیلی نه شما یا مثال فرزندتان باشه خواطر میشید که اینا خردسال معده خداشون عدو نمیکنن. این راه خطرناک هم هست، زیرا بچه‌ها باید همچنین از شاهراه دوشنبه چناق گذرند که در آن نقلیات زیاد با سرعت بلند حرکت می‌کند. ساکنان اینجا میگویند قریب همه روزه شاهد صدمه‌های مدهش در این مسیر می‌گردند. های گذرگاه باشد، اقلا وای باشد پیش خود وای موندن در کار، زنک موندن در کار برای پیش خود، از صنافکه خیلی از صنافکه باشد با بهتر. شهرک بهارستان از حساب ساکنان ناحیه دوشتیچ و شهر استرافشان سال 2015 تأسیس یافته است. ساکنان میگویند بیش از 100 خانواده در این محل الکی عمارت انداختند و قسما آمده زندگی میکنند. نبودن شرایط خوب به مثل آب و برق و مکتب و بنگاه طبی اکثر آنها را دلگزان کرده است. میشد خیلی من حاضر سر لباسش تازه اگر که یک نم کمتر نم شود اگر که تا همینجا لای میشد رفته آمدن هیچ بیش اقلا اسفالت پوش نباشدم که اقلا همین شغل پوشته سال وای کردن در کار که آخه خیلی بچه و عذاب نشود
سر لباس شویی که هر روز آب نیست با بچه سر لباس میشویم. ساکنان میگویند بارها به مقامات مراجعت کردند ولی بجز وعده امروز و فردا نتیجه ندیدند. یک گروه وکیلان دومای دولتی پیشنهاد دارند که مهاجران تنها بعد گرفتن حجت رانندگی روسیه در نقلیات جمعیتی این کشور به کار قبول کرده شوند. خبرگزاری تاس نوشته است چنین تغییرات از طرف گروهی از وکیلان حزب لیبرال دموکرات پیشنهاد شده است. فعلا شهروندان قرقیزستان و هم کشورهایی که زبان روسی در آنها مقام دولتی دارد حق داشتند با سند رانندگی کشور خود در روسیه کار کنند. مؤلفان طرح نوشتند سالهای اخیر صدمه‌های نقلیاتی در روسیه با عیب رانندگان از کشورهای خارجی زیاد شده است. وزارت کار داخلی روسیه گفته است بیشتر این رانندگان شهروندان ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ارمنستان و آذربایجان هستند. رانندگی در تاکسی و دیگر نقلیات جمعیتی روسیه یکی از منبع‌های درآمد برای مهاجران گفته می شود. هنوز سال 2017 روسیه خارجی ها را از حق رانندگی تاکسی و دیگر نقلیات مسافربر با سند کشورهای خود محروم کرده بود، اما با نوشته رسانه های روسی برای شهروندان بعضی کشورها استثنا وجود داشت که حالا میخواهند آن را هم بکار کنند. شیرالی جورایف آوازخوان معروف و هنرمند خلقی ازبکستان که در تاجیکستان هم محبوبیت دارد روز 4 سپتامبر درگذشت. او 76 ساله بود. خبری مرگ جورایف را منابع بخش ازبکی رادیو آزادی در وزارت فرهنگ ازبکستان تصدیق کردند. پیشتر اطلاع رسیده بود که شیرالی جورایف بیمار است. منابع بخش ازبکی رادیو آزادی گفتند او روز دوشنبه به شفاخانه برده شد. شیرالی جورایف که با بعضی از هنرمندان تاجیک به ویژه آوازخوان معروف جورابک مرادوف همکاری داشته و ترانه‌های یکجای سروده است، در تاجیکستان از محبوبیت خاص برخوردار بود. سال 2018 در آستانه 25مین سالگرد استقلال کشور با او عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان دادند. جورایف سال 1947 در ولایت اندیجان به دنیا آمده است. آوازخوان فیلارمونیای ولایت اندیجان، فیلارمونیای دولتی ازبکستان، اتحادیه ازبک نوا و مؤسسه دولتی ازبک کنسرت بود. صدای شیرالی جورایف از سال 1993 نه تنها در تلویزیون بلکه در رادیو ازبکستان هم پخش نمیشد. و سال 2016 بعد از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین این کشور دوباره به صحنه برگشت. و بخش یک روز تاریخ در تهیه خیرمان بخازاده رو همراه میبینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی بخبر نمانیم. 10 عصر پیش 5 سپتامبر سال 973 در خورزم ابوریحان بیرونی تولد شده است که در تاریخ چون دانشمند ذوفنون انسیکلوپدیست نام برآورده است، چون راجع به اکثر علم‌های دور کتاب نوشته است. ادامه دهنده راه علمی ابوبکر رازی و ابن سینا به خاطر دانش‌های عمیقش دوام 13 سال در دربار سلطان محمود غزنوی خدمت کرده است. از بیش از 100 اثرش 20 کتاب او تا به امروز رسیده، معروف‌ترینشان قانون مسعودی و تهدید و نهایت الاماکن و دیگرها میباشند که در موضوعهای ستاره شناسی و آنتروپولوژی بحث میکنند. 5 سپتامبر سال 2011 چرخه یا توربین اول نیروگاه برق آبی سنگتوده 2 با اشتراک رهبران تاجیکستان و ایران امامعلی رحمان و محمود احمدی نژاد فعال شد. این نیروگاه در 120 کیلومتری جنوب و شرق پایتخت تاجیکستان قرار داشته بر فراز رودخانه وخش ساخته شده است و سرمایه گذار اصلی این طرح با ارزش 220 میلیون دلار ایران بوده است. نیروگاه سال 2014 پر را به استفاده داده شد و در مجموع 220 مگاوات نیروی برق تولید می‌کند. 5 سپتامبر سال 2016 ظرفا رحمانی سابق مشاور حقوقی رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی بعد 1 سال حبس از زندان رها شد. این تنها زن را در قطار 13 عضو دیگری ریاست حزب سال 2015 بعد محکوم کردن آن در تشکیل کودتای نافرجام به زندان انداختند. حزب ممنوع شده نهضت اسلامی این همه را تهمت بی اساس مینامد. بانک ملی قربی ارز خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی به 113 سومانی، 100 دلار به 1096 و 100 یورو به 1184 سومانی برابر است.
بینندگان عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر و دوام روز در وبسایت رادیو آزادی و صحیفه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی پیدا نمایید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر، خدا نگهدار.